محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر دیده ایسان گفت پیغمبر دیده ایسان گفت کیلا گو کیرا بو میبینی گو حمزه را دیده ایسان گو بو کیرا میبینی گو جعفر برادر ما میبینم درهای عثمان گو برای من کشوده شده ملائکه نازل شده نیم اجر عاملی گفت تو جون میگه با جون تسلیم کرده انسان پیش از همون مردانش میبینه بسیار چیزا میبینه و عبود ربک حتی یاتیه که یقین میگه خدا ای بنده ما یقین پروردگار تو عبادت کن تو یقین اومده یقین چه مرگ او دیگه انسان همون روز یقین میکنه که دیگه نمیآیه دیگه میگوی لولا اخرتنی الى اجل قریب نجیب دعوتک و نتبع رسول اولم تکون اقسمت من قبل ما لک من زوال میگه خدا انسان آرزو میکرده پروردگار رو اگه به دنیا بگردم اگه میبینه یقین میکنه میگه که پروردگار رو به دنیا من بگردان من یک طرفت العین از فرمان تو بیرون نمیشم یک فرمان رسول رو یک طرفت العین نمیگردان من یعنی کمودی نمیکنم یا ربی میگه برای مشاهد میگه که نمی آید دیگر عمر دوباره زنی 100 بار سر بر سنگی خوره اگه سری دم نه مادر تولد نمیکنه دیگه یه حیات غریبه بودن و همیشه انسان میگه پروردگار رو من که بعد خدا میگه عالم تکون اقسم تو می قبل مالک می زوال آیا نبودی در دنیا که قسم میخوردی مردن تا فراموش کرده بودی همین انسان ها بسیاری وقتا مردن فراموش میکنن اما قبرستان تاریک فراموش میکنن خیلی میکنه همین دنیای روشن همین دیگه میزنیم پایین میزنیم بالا هر کاری بخوای میکنیم این خیلی نیست به خدا یه حیات موقتیه والعصر خدا قسم و عصر میخوره با وقت با دهر قسم میخوره این وقت بهترین نعمته که بودی در دستی ما یه وقت های دستی ما میگیرش یکم دنیا رو دیگه با ما گردونده داده نمیتونه نه دلار رو گردونده میتونه وقت گردونده میتونه یکم چی قیمتر ای وقت برای انسان نیست برای همین انسان باید چی؟ حیات دنیا مانند یه آبی باران میباره نگاه همه سبزه ها همه میوه ها سبزیدن ها همون گاو مال و انسان همه از همون یه آهسته میبینیم زر میشه آهسته سیاه میشه آهسته شمال میورزه همش نیست میکنه گویا که در روی زمینی چی وجود نداشت دیگه خدا در این دنیا چی؟ الله یدعو الی دار السلام یهدی من یشاء الی الصراط المستقیم خدا ما و شما را در همین دنیای فانی به دار باقی میخوانه این دنیا چیه؟ فانیه یه روز دست مو میره و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم میگه خدا ده آنچه بنده داشتی همش پشتکی سرت گذاشتی آمدی نه پدری شما میزد چی را بوده همه عملکاش قطعش بود چکاری که خیره کده همون را برد دیگه هیچی نه ما را میبره نه شما را این چیزی که داشت پشتی سرش ترک کرده را ولقد جعلناکم فرادا کما خلقناکم اول مرات میگه خدا چی خیلی برده بودم بنده هم خیلی آوردم یگام چیه که قطید نه آوردی فرزندکات قطید نه آوردی پلوی جنگ کبری نه آورده بودی نه آوردی خونکای ساختی اونا رو نبردی بنده قطید خدا که تنها آمده بودی تنها رفتی برای میگه آن کس که عریان آمده است باید عریان بگذرد آن کس با مقصد میرسد که از جان بگذرد ای جانت میگذری که به حق میرسی مال تمیتی جان تمیتی هستی تمیتی که به حق میرسی همینه دنیا برادر عزیز هیچ کس قطیش یگان کس دنیا را قطیش نبرده که ما و شما بره همین اسکندر بود ایلا دنیا طول دنیا را حکومت میکرد لیکن وقتی که بیمار شد گو من یک وصیتون میکنم گو چی وصیت من میکنی ما را گو وصیت میکنم که اول دست من از کفن بعد از تابوت بیرون کنید مغروران دنیا ببینن که اسکندر دستی خالی آمد بود دستی خالی دنیا رفت هیچی نبرد اسکندر ایل دنیا تا دنیا را حکومت میکرد دیگه دستی خالی آمد بود دستی خالی رفت از دنیا همینه برادرانی عزیز این دنیا هم خیلی آمده همون خیلی میریم روز میشه که پادشاه گدا میشن جای میشه که گداهاش پادشاه میشن این دنیا همینه در حالت قرار نمیگیرن ما و شما در حالت قرار نمیگیریم یعنی حیاتی که هستیم این روز هستیم فردا شاید که نگوشیم یعنی از صدمه میشه میبینی اون روز میگه در قابودین یک ماشین همین تا زدن در یک سنگ زدن اولاد همون یک خانواده همشون بودن این نمیخیره هیچ که گفته
نمیتونه که برادران عزیز حیا در دست انسان نیست. اون روز دمو مایکوش که ما بچه کرد پدرشون در 30 سالگیش آورید کرد بود، مرده بود پدرشون. این بچه در همون راسیه مسکوه تاکسی میزده در 25 سالگیش در یک کمیته آورید میکنه، همونجا میمره، شهید میشود. اما یک هفته پس تویش بده، همه را آماده که اگه بده باید که تویش بگذارونه برادری عزیز. دیگه مادرش خگریه کرد، صغیره کلمشون که اگه مادرکش بالای سرش خیمه آموده ما را گفتون که گریه نکنی، فریاد نکنی، دیگه زن نکنه. خیلی گفتم اکی مادر شد مانیشه که حضرت پیغمبر هم سعد ابن معاذ مادرش گریه کرد، حضرت عمر گفت ما بس کنم ما که پیغمبر خدا گه عمر مانوش سعد ابن معاذ مادرش گریه کنه. یکی دین هم بچه که پیش نمازی همی چیش کردن، یعنی مسجد پرافسایش کردنش هم بچه که همی میبینیش روشی سنتی همی ذهن پیشانیکش همی زگه تمام دیگه اگه چیزی او دادرش گفت که اگر کشکی همی اکیف تو زگه همی پیشانیکش همی تمیگوی که خواه خدا رحمتش کنه. من مات غریبا مات شهیدا گفتن. یا پیغمبر خدا میگه و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسول ثم یدرک اون مال فقط وقع اجر علی الله ایده. یک کس از خونش میبره برای طلب مال حلال، کسب حلالش میاد در راسیه، همونجا که میمره او مقامش مقامی او اجرش دیگه جانب خداوند داره. بچهای با ناموسن بچه‌ها که در همونجا تاکسی میزنن در غربت حیاتی در این سرزمین باشه خیلی دیگه. او سرزمین یک سرزمین شما میدونه که سرزمینی که در اونجا اسلام نیست، او سرزمین است مانند درنده مردم آخی. هزار که نکنیم گفتم یگان چه جای دینه نمیگیره. اگر آدم دیندار دیگه معاملش. برای این بچه ها که میبینیم همه آوردنش دیگه همه آچش فریاد میزنه، درم دوم فریاد زن هر کسی میشناختش باور که همون کوچه ده اشک ریزون. باور کنید شما برادرها، من ندیدم آدمی که برای همه بچه ها اشک نره. همه مردم جمع شدن برای خوبی همون بچه ها که همین خیلی خشرو جواری است که میبینی حیران میشه. دنیا همینه برادران عزیز و کسی نمانده ای دنیا که با ما مونه. ای پدر ما نمیریم، هممون میریم. آن که آمد بر جهان اهل فنا خواهد بود، آن که باقی و پاینده خدا خواهد بود. گر 200 سفره برانداخته ای قاف به قاف، همه را از سر این سفره سرا است سرا. هر قصرها ساختگی چار و پوشانی و هر یک خانه ها ساخته و ایو نمیریم، الله همه میرم. کم ترک من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. میگه خدا بسیار انسان هایی بودن که چشم سارها داشتن، در چاها دارن، اور خدا میگه می پرتوی میریم، تر میکنیم میره. زمین های زیرایی دارن که چند هکتار باغ ها دارن. خدا میگه بسیار انسان هایی بودن پیش شما که باغ ها داشتن، در چاها داشتن که دیگه مقامی بلند، قصرهای بلند ساختگی بدن که دیگه از زمین نگاه میکنه تا بالا را. بابای شما میگه قصر بین، این قصرت موقتی های، او طرف هم قصر بساز، قیامتت هم قصر تبساز، برای قیامتت هم قصر تبساز. این قصر دنیا موقتی های، قصر جاویدانی را برایت بساز. همینی برادران عزیز، همین حیات همینه. ایار همین پرتوی میریم. بچه خدا میگه کم ترک من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیها فاکهین. میگه خدا نعمت های شما را دادم، در ما خرسندی میکنین. فرزندم نعمت های و می خرسندی میکنیم، ماشینمون میته، خونمون میته، زنمون و می خرسندی میکنیم. خدا میگه شما خرسندی کنین، خرسندی کنین. جو واقعا جای خرسندی های دیگه همه اینا موقتی های. باور کنین شما همه اینا هم غنیمت، این همه اینا امانت هم. اگر همی لحظه اگر دست ما بگیرن ما یکون کار کردن نمیتونیم. جان خودمون در وجودمون امانت های. همین جسد داریم، همین امانت های. همین جسد ما را میپرسه خدا. همین چشمامون ما را میپرسه که یک کس به چشم بد نگاه کردی، همین یک کس حقارت کردی به چشم تا همین تا نگاهش کردی تو. همین زبانت ما امانت های که در قیامت خدا میپرسه که همین زبان تا در کجا صرف کردی.
از جوارحت میپرسد، از مالت میپرسد، ای داراییت میپرسد خدا. امیرت دادم من دادم، اگر خدا نتید کی میتید را؟ یکون کس هست بتید؟ نیست. برای همین خدا میگه از نعمتهای جنت، یعنی ترک کردیم باغها را، زمینای زراعی را، چشمسارها را، قصرها را و نعمتهای داشتن، همه اینا را ترک کردن و رفتن. فما بکت علیهم السما والارض و ما کان منظرین. میگه خدا، میگه وقتی مردنشون زمین گریه نکرد، زمین گریه نکرد براشون گریه نکرد. این سبب نزولش برای بنی اسرائیل ای، برای که فرعون ای، مردم مصر چقل فرعون جا بیان کرده است و کما قومای حالی ساختگی، قصرهای ساختگی تو حاضر مردم ترسیدن که بدرویان در قصرهای فرعون ده می ترسیدن که بدرو تو حاضر نه، ولی درمانه تماشا کرده است که چه این فرعون کی بوده چی بوده. او نگاه کنین خدا میگه همه را ترک کردن رفتن، دیگه زمین برایشون گریه نکرد. دیگه مجاهد یک از مفسرین میگه برای یک مومن تا 40 شبانه روز زمین گریه میکرده، زمین گریه میکرده. همون جای سجده کردگی همون تا 40 شبانه روزه همون زمین گریه میکرده، آسمان گریه میکرده برای مومن. مومنی که دنیا میروه زمین گریه میکرده، زمین گریه میکرده، میگفته خدایا این بنده صالح از من برداشتی در جایی که من از عبادت میکرده باشم. زمین گریه میکنه در روز قیامت، زمین شهادت میده در زمان در نزد خدا، میگه بنده در روی من سجده کرده ای الله، اینا به جهنم نبر. همین زمین در روز قیامت در حضور الله شهادتی میداده ای الله، همین بنده در روی من سجده کرده ای، اینا به جهنم نبر. برای پیغمبر خدا میگه که زمین وقتی مردن انسان گریه میکرده، زمین گریه میکنه، آسمان هم گریه میکنه. آسمان برای چی گریه میکنه؟ درها بسته میشوند، برای که عملهای خیرش به بالا میره، او آدم دیگه دراش بسته میشه. عمل ایزامات الانسان این قطع عمله گو پیغمبر، عملهاش دیگه قطع میشه، دیگه عملهاش دیگه قطع میشه برادران عزیز. برای همین نگاه کنین حیات غنیمت هست، حیات بهترین نعمت هست برای ما شما. یعنی میتونیم امروز یک کاری خیلی انجام بدیم، میتونیم یک کاری را بریم یا بیمار خبر بگیریم، یا بیمار خبر بگیریم از سری تو بگر 70,000 ملائک برای ما طلب استغفار میکنن. 70,000 ملائک. بازی ما میتونیم که بریم یا بیمار قدش یک 10 دقیقه یا 20 دقیقه، این نیم ساعت با بیمار مردم میخپن. خیلی اوکی بیس همینجا بگم ولو حالونی حاجی بیس میگن برای که دیلش پره اوکی همون را باید خالی کنن. انسان همین خیلی ده برای حقیقی آدم بیمار شود دیلش پر میشه، میگه میره ده آدمی بیان خالی کنم. حتی ما شما که اوزادی میرم میبینیم اونا میبینیم همه دیل ما خالی میکنیم، او بیچاره دوجه هیچ کنیست برای خبرش میگه یا تنها های اوجه الله برای خدا میگه در روز قیامت که بیمار شدیم تو مرا خبر نگیرید. بنده میگفته که پروردگار آخه پروردگار عالمیانی ما کجا خبر نگیرید این موخی؟ خداوند میگفته فلان بیمار بود، اگر میرفتی خبرش میگرفتی من همونجا میافتی. رحمی برادرای عزیز میتونیم حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر خدا یه روز گفت که کیه همین روز روزدار؟ سین صحابه گفت کیه همین روز روزدار؟ حضرت ابوبکر صدیق گفت انا یا رسول الله. گفت همین روز کیه مسکینه تام داده گیه؟ یا مسکینه کی گفت همین روز یا تام داده گیه؟ حضرت ابوبکر صدیق گفت من یا رسول الله. گفت همین روز یا بیماره کی خبر گرفته گیه؟ حضرت ابوبکر صدیق گفت من یا رسول الله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت کی همین روز؟ گفت چی؟ جنازه یک شخصی مومن خوندگی. حضرت ابوبکر صدیق گفت من یا رسول الله. با پیغمبر خدا گفت هر کسی در همین خصلت های خیر جمع شود او مرد جنتیه. این همیوز یک جای جنازه میفهمیم اوجه اگر یک کاری همی چی باشد دنیا دیم میدهیم. جنازه چی؟ یک انسان میروه با جنازه چی برادری عزیز؟ نگاه کنین شما در جنازه میریم یک قیرات میگیریم. با جنازه رفتن اگر با قبرستان بریم گور کنیم 2 قیرات میگیریم. یک قیرات چی؟ برابری کوه جبلین عظیمین میگه پیغمبر. 2 کوه بزرگ عظیم ایره در دیوان هماری ما شما بگذارن چقدر بزرگه که انسان در روز قیامت در یک ثواب در میمونده، یک ثواب در میمونده. پیش زنش میومه میگفتیم زنکه که همین زنکه که یک عمر خدمتش میکنیم میگفتیم همین یک ثوابه کن بتیم همین از ثواب بتیم جنت برم
و میگفته که مایگشو میتونم درکم ای خیدم کامل پیش بچه‌هاش میومد فرزنداش هم میگفته که دودن نمیتونیم پدر جون. بعد در همون صحرای عرصات میگه گریان سرنشه میرفته که بعد یک آدم رو فروش میامده و میگفته چی گریانی یا عبدالله اینه یکی برای چی گریه میکنی؟ میگفته زنگ گفتم یا صاحب نخریدم فرزند گفتم نخریدم امروز دیگه مایوس شدم ولی میگه یا ثواب دارم همین ثواب من را بگی جنت برو اگه من بخوای نخوای دوزخ تو میبرم یادم یا ثواب داشته همت میکنه یادم رو میتیم و خدا میگه داخل جنت شه خدا اینا میگه که تو رحمی را بنده مرا خوردی تا هم داخل جنت شه و خدا میگه پیغمبر الراحمون یرحمهم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء کسانی در زمین رحمشون بکنین اون ذاتی که در آسمان رحم ما و شما را میخره برادران عزیز همین حیات همیه در زندگیتون فکری خودتون تنها نکنی فکری مردم هم کنی فکری بیوزن یا یک تیم دستو میرس یک کس همین یه نان میتی انشاءالله در روز قیامتی برای انسان خیری کلانی داره برادران عزیز این بسیار داشتن این آدم سعادت من نمیکنه همین کم داشتن با تقوا بودن و با ایمان بودن انسان وجدانش آزاده و یک آدم یک قصه را میکنه تمام برای جامعه میده یک میگه یک شخص بود مالا یک آدمی بای توجی را میچرم 5 دینارش میداد 5 دینارش برای همین آدمی بای میدادش روزای بای گفت که همین مالا من میفروشم اگه این 5 دینار قطعی آدم زندگی میکنه هر روز 5 دینار میدونست روزای آدم بای گفت که من چیکار میکنم این گوسفندا و مالا ما میفروشم سینی کم بغل در فکر زد گفت آخه من همین سبب زندگی من بود هیچ خیلی میشم و خیلی من میفروشم تصمیم من گرفتم دو خیلی تصمیم تا گرفته باشیم خیلی بفروشم و فروخته که و آخران 5 دینار همون مقصد که حقی باقی مونده بقیه‌اش دادم یادم خیلی من اون تجارت میرم اون تاجر بود و همین آدم یعنی کم بغل همین 5 دینار همین تاجر داد گوه میره با من یک مطعم میخری میارم همینجا تجارت کنم قطعی تو واقعی ما تاجر را پول دادگیان اما مردم پولی کلان دادگیان اکا میره این یک بیچاره 5 دینار چینی دادگیش هم 5 دینار را میته که میگه میره بگه میگه میره چیز کته ایمان با من یکون چیزی بیاره کن این آدم میره و همه را میخره همین 5 دینار را دمون شهر همین میگرد و یکون چیزی 5 دینار نمیوه ای پروردگار میگه این برم پیش این آدم چیکار بکده باشو نمیشه کاری که نمیشه یکم حکمت داره اینجا بعد خیلی میگردن میوید سینی وطن میوید که دهمی راه میوید که یک آدم داده شیشه پیشک همین تا قبیدگی میگه چیکار میکنی میگه اینا من میفروشم میگه اینا چی میفروشی برای چوکی چی در میگه من اینا میفروشم چند دینار 5 دینار بای آدم در فکر میزنه میگه یکم حکمتی داره میگه بای 5 دینار همیره میتیاو با در همین خواهد میشتر بار میکنم پیشکاو با اومدن میگیره میگه پروردگار میگه اوکی چی حکمتی من هیچی نفهمیدم با میاد داره همین یک صحرا میاد کارون میاد بعد معلوم مرش میکنن میگه ای مردکی خوب میگه برای ما پیشک در کورای یعنی همون مردم یک صحرا میاد هم قشلاق که مردم پیش روز میبرن میگه بس میگه ما پیشک در کورای میگه چیکار میکنی پیشکت بای مردم میگه که آخی مرا میگه همین موشی محشر در همین قشلاق هجوم کرده تمام دورهای مردم کنده و خورده سای بای آدم بود فکر میزنه میگه این پیشک در بالایشتری ما با این میگه این مردم این با پیشی من اومد چی گپوشا و میگه که خیلی پیشک چند شما میخرین با چند وزن میخرین چی ده چند سوم ده میگه با وزنش کیلو میتی خیلی تموم میگه با وزنش که کیلو بتین من پیشک میومد با پیشک همی کم بغل میورم میکشن 3 کیلو میبرویم
3 کیلو طلا قطعی میفروشه پیشکه. با میورم کمبغل میگه که اینا خریدیم. میگه میورم میترس، میگه هی مردک، میگه چی؟ این ما میگه همون نیتت وابستگی دارم. من در شهر همیقه کافتم برای تنه همون آمدم در راه پیشکه، گفتم 5 دینار خریدم، 5 دینار خریدم. آمدم همین خیلی مردم طلب ده 3 کیلو طلا رو دادم. بعد دادن میگه این زندگیشه برد. برای چی؟ این نیتی آدم میگه خالص بود، نیتش خالص بود. همین خلوصیت در هر چیزی نباشه این زندگی نیست. نماز خلوص نباشه، حج خلوص نباشه، علم خلوص نباشه، طعام دادن خلوصیت نداشته باشه، به درد هیچ کدوم ما و شما نمیرسه. همین خلوصیت برادران عزیز فراموشن در زندگیمون باید خالص برای الله باشه. یا همش دیگه بگذرم. دعا میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا به سبب امرهای معروف و نهی منکر پروردگار پدر قبش پر نور و جاش جنت و باقی ماندگان خاندان عمر دراز با برکت سعادت دارین نصیب شد.